زمستان می رسد، بوی خنک برف می آید. دلم لبریز عشق و آهی سوزان است. نگاهی منتظرم چون چراغی آتش انگیزی فروزان است. کجای تو بهاری عشق و زیبایم؟ بیا لطفاً بیا، به فریادم برس این بار. مبادا رشته های ره بدوزد دیده های چار. زمستان می رسد ای دوست. بله، فصل زیبای زمستان است. السلام علیکم حضور هر یک شما بینندگان عزیز و ارجمند، دوستداران و مخلصان برنامه های تلویزیون سیمای شهری پنجکند. از آن شاد و ممنونم که باز توسط برنامه تبریکاتی و موسیقی زادروز مبارک مهمان کاشانه های پروفیز شمایم. در این شام زیبا، در این لحظه های فرح بخش، آن نفرانی که در این سنه جشن مولود دارند و یا دیگر سنه های فرح بخش حیاتی را جشن میگیرند، صمیمانه تبریک و شاد باش میگوییم. و اینک شروع میکنیم به تمنیات هایی که این شام به برنامه ما آمده. باعث شادی و سرور است که در این سنه مادر عزیز و مهربان، مشفق و غمخوار فرزندان نبیرگان ابراهیم و راحتای جشن زادروزی دارند و امروز مادر عزیز ابراهیم و راحتای سن پیامبری 63 سالگی عمر خیش را در حلقه عائله، پیوندان و نزدیکان جشن میگیرند. مادر عزیز، 63مین سالگرد عمرتان مبارک باشد. شما را پسرتان سهراب جان از فدراسیون روسیه، همچنین کلینتان، نبیره‌هایتان و پیوندان و نزدیکان صمیمانه تبریک گفته برایتان سلامتی، عمری دراز به خزان، طالع بلند و تمام خوشی‌های عالم را آرزو نموده چنین میگویند: ای حسن بهار، زادروزت تبریک، با بخت هزار زادروزت تبریک، خوشبخت و سعادت و سلامت باشی، با اوج و برار زادروزت تبریک. مادر جان عزیز، سالگرد نوبتی عمرتان را با صد آرزو و امید تبریک گفته برایتان تمام خوشی‌های عالم را آرزو داریم. با عقل حد کمالی و در کمال بیزی، با فضل حد جمالی و در جمال بیزی. هم این دعات بگویم که رودکی گفته 1000 سال بیزی، 100,000 سال بیزی. زادروز مبارک باشد مادر جان عزیز و مهربان. مادر جان عزیز، هر صبح شما را صفا رساند، هم دولتی بی بها رساند. در روز تولدتان مادر جان، 100 بار دیگر خدا رساند. زادروزی نکه برایتان مبارک باشد مادر جان عزیز و مهربان، مشفق و غمخوار فرزندان. با شما افتخار میکنیم، آرزو میکنیم که 100 سالگی عمرتان را جشن بگیریم. زادروز شما بوی بهار آورده، پیغام و فرح به روزگار آورده. زادروز مبارک باشد گویان یک ترانه چون تحفه زادروزی درخواست نمودند. این لحظه تقدیمتان میگردد، پذیرا باشد. مبارک باد شما را جشن زادروز، شما زیباترید زیبا در این روز. تمنا میکنیم با قلبی سرشار، شما را باد عمری خوش مددگار. با چنین بیت تبریکاتی مادر عزیز و مهربان ابراهیم و راحتای شما را با سن پیامبری 63 سالگی عمرتان تبریک و تهنیت میگویند دخترانتان نرگس، لاله، نیلوفر از فدراسیون روسیه، همچنین دامادهایتان، پسرتان رستم جان، برادرتان روزی بای، ینگهتان خورشیده، همچنین نبیره‌های دلبندتان دلاور، مسعود جان، نازیه بانو، احمد جان، اسماء، رمیسا، یوسف جان، محمد جان، بابا جان، دمیر، دمینیک و کل خویش و تباران، پیوندان و نزدیکان، اهل عائله ابراهیموف صمیمانه شاد باش گفته برایتان از درگاه یزدان پاک عمری درازی به خزان، طالع بلند و خوشی‌های رنگین زندگی، دولت پیری آرزو نموده چنین گفتند: مادر جان، یادی ایام زیبایی که گذشت، کنج قلبمان گرم است.
آرزویمان همه سرسبزی شماست. تن شما صحت و رختان شاداب. آنچه شایسته شماست همان را خواهانیم. دل یک دانه شما سبز و بهاری. روزگارتان خوش باد. تولدتان مبارک. مادر جان عزیز و مهربان، شما را ما صمیمانه تبریک میگوییم و شما را دوست می‌داریم و به قدر و منزلت شما میرسیم. مادر، دو دست بر دعا داریم، به درگاه خدا نالیم که تا باشد نگهبانتان. همیشه التجا داریم. زادروزی نک مبارک باشد. مادر، دستان تو دائم به دعا. مادر، آژنگ روخت حرف خدا. زیر این چرخ فلک هیچ گهه نشوم کاش من از مادر جدا. مادر جان قربان تویم، نیمه جان تویم. مادر ای مادری جان، گرد دامان تویم. مادر جان مهربانم، سالگرد عمرتان مبارک باد. آرزو میکنیم 100 ساله ها سری ما فرزندان و نبیرگان سایبان و دعاگو بماند. سلامتی و پیروزی، خوشروزی های زندگی نصیبتان باشد. مبارک زاد روزتان، چون این روزی فرح روزتان. فراموش ناپذیر باشد همه روزتان چون امروزتان. مادر جان مهربان، زادروز مبارک باشد. یک ترانه زادروزی چون تحفه تقدیمتان میگردد پذیرا باشد. مادر کی بیادی دردی تو می سوزم، در حسرتی رنگی زردی تو می سوزم. من خدمتی تو نکردم ای مادر، اکنون برای قدری تو می سوزم. مادر پرستار دلم، ای روشنی بخشو چراغ منزلم. مادر پرستار دلم، ای روشنی بخشو چراغ منزلم. مادر تو برای من چه غم ها دیدی، بر خاطری من بس ستم ها دیدی. ای وای من قدری تو را نشناختم، از خامی من بس علم ها دیدی. مادر پرستار دلم، ای روشنی بخشو چراغ منزلم. مادر پرستار دلم، ای روشنی بخشو چراغ منزلم. جانم مادر، دلای جانم مادر، آرامگهی روح و روانم مادر.
روزی زادروز شما شایسته باد، خرمی و خوشدلی پیوسته باد. ارمغان ما در این روزی مراد، دسته دسته هدیه و گل دسته باد. بار دیگر زادروزی نکو برای همه صاحب جشنها مبارک باشد. آرزومندی آنم که در فضای خاندان شما پیوسته شادی باشد، سرور باشد، نور و ضیا، فیض و سخا، شادی و نشاط حکم فرما باشد. پس همیشه همین دم و این لحظه را در آغوش بگیرید. ساختن واژه فردا بزرگترین اشتباه انسان است. تا زمانی که کودک خرده بودیم و به این واژه آشنایی نداشتیم، خوب زندگی میکردیم. پس حالا هم فرصت دارید این لحظه و این دم را غنیمت دانید برای خوب زندگی کردن به هدف و آرزوهای نیکتان برسید. پس میگوییم یاران به کف پیاله و در دل غبار چیست؟ امروز هم گذشت غمی روزگار چیست؟ آخر دیگر چه حاجتی پند و نصیحت است؟ هر دم غنیمت است، آدم غنیمت است. آره عزیزان، هر لحظه ما و شما غنیمت است. پس به قدر بودنها و به قدر این دم و این لحظه و این ساعت باید رسید. در همین جا نکته میگذاریم به برنامه امروزه. با شما بودیم راوی برنامه دلافروز حفیظ، تنظیمگر خیام جرایف. سلامت باشد.